گلولادم تا گلالودم ماهی تو بگیر. خب این به یه نفری میگه دیگه، یعنی من رودخونه گلالودم. آره این آنکوت میشه توی بیت وزیر، میگه بیا این آلوده ماهی رو بگیر. آلوده ماهی چیه؟ مثل شمالی ها که میگه مثلا خوشگل پسر آلوده ماهی، خاله پسر خوشگل پسر، آلوده ماهی، ماهی آلوده میگه آلوده ماهی. خب نه یعنی آره. پس نکن اینجا خودشو معرفی میکنه، میگه من یه ماهی ام، پس شد ماهی. نه ببین اینجا من چالش خوردم، میگه تا گلالودم یعنی من الان رودخونم خب. از آب گلالود. آفرین. ولی تو بعدش میگه بیا این ماهی رو بگی. شاید منظورش اینه که بیا یه قسمتی از منو بگیر که من... You touch my tra-la-la. مثلا تو اگه رودخونه باشی ماهیت کجا؟ ماهیت کجا؟ آفرین. که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.